بعد یه مدت متوجه میشیم ما داریم یه کاری رو انجام میدیم نه به خاطر اینکه لذت ببریم ازش، بلکه به خاطر اینکه وقتی انجامش نمیدیم دچار عذابی. انقدر این لیمبیک رو تحریک میکنیم که دیگه نمیتونه با چیزهای پایین تر لذت ببره. چه کاریه بری 4 ساعت چشمتو خسته کنی کتاب بخونی که تهش احساس شعف کنی که مثلا یه ذره داناتر شدی؟ همین الان با یه پست 1 دقیقه اینستاگرامی تو میتونی خیلی راحت دانا بشی. اگر تو اجازه بدی یه جاهایی حوصلت سر بره، تو میتونی در نهایت خلاق‌تر بشی. بذار قبل از اینکه مبحث امروز رو شروع کنیم من یه تشکر ویژه کنم از همه رفقا. ما در جهانی زندگی میکنیم که غالباً آدم‌ها نسبت به چیزهایی که دوست ندارند عکس‌العمل نشون میدن. اگر چیزی با عقایدشون همراستا نباشه عکس‌العمل نشون میدن، میجنگن که ثابت کنن نظرشون درسته، ولی نسبت به چیزهای خوب و یه چیزهایی که اصطلاحاً شاید یه نوازشی بکنه غالباً منفعلن. بر همینه که ما الان در این روزها جهانمون هر چقدر منتقد بیشتری داشته باشه انگار منتقدا بیشتر دارن دیده میشن. من دوست دارم از ته دل بگم از طرف خودم و تو که متشکریم بابت این که دوستان کامنت میدن به ما و نظر میدن و این خیلی آدمو دلگرم میکنه. انگار اون جمله اونی بوده که باید میشنیدن، اون تحقیق علمیه که راجبش صحبت کردیم همونی بوده که باید میشنیدن. شکر خدا. که فکر میکردیم تنها نیستیم. آره آدم اولش فکر میکنه بابا تو این جهان مثلا صرفا منتقدانه تو هم باید فقط نقد کنی که بیشتر دیده بشه، همین که احتمالاً اینا شاید خیلی طرفدار نداشته باشه، اما میبینی که اینجوری نیست و به قول تو تنها نیستیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. یه روزی یه جمله‌ای منو اگه نخوام دروغ بگم این شکلی شد که واقعاً برای شاید چیزی نزدیک 40 دقیقه میخکوب نگه داشت و باعث شد که هی بهش فکر کنم، هی سبک سنگینش کنم و هی ببینم که داره راست میگه دروغ میگه و یه جایش منو ترسوند و اون این بود که ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل های بارانی. هنوزم وقتی میگم واقعا یه جوری میشم. ما کاکتوسیم، پس احتمالا خیلی مقاومیم. تاریخ و اون تکامل و اینا اینو نشون داده. کاکتوسیم یعنی به فرایند زندگی و هستی یه جوری وصلیم. کاکتوسیم یعنی احتمالاً میتونیم خودمون رو از شرایط و گذرگاه‌های سخت در تاریخ عبور بدیم، ولی در نهایت باز کاکتوسیم، یعنی بدون آب، بدون اون نور، بدون زمین نمیتونیم رشد کنیم. ولی حالا اینجا میاد یه پارادوکس مطرح میشه که جنگل‌های بارانی، من چون این تخصص رو خودم ندارم فریا، باعث شده که خیلی وقتا گل‌هایی رو که مثلا برام میارن متاسفانه یهو این گله بمیره. اشکالش هم اینه که مثلا یه گلی میارن و این گله نیاز داشته به این که 10 روزی یک بار بهش آب داده بشه، ولی انقدر من چون دوستش داشتم و فکر میکردم که هر روز بهش آب بدم بهتره و هر روز بهش آب دادم، در نهایت کمکش نکردم و اون گله مرد. ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل های بارانی. تو چی فکر میکنی؟ یعنی در واقع اون میزان از آبی که لازمه برای رشدمون خیلی بیشتره از اون چیزی که نیاز داریم و این باعث خفگی میشه. دنیایی که ما ازش حرف زدیم و سرعتی که به وجود اومده دقیقا همین اتفاق رو فکر کنم به وجود آورده. همون طریقی که یک کاکتوس به میزان مشخصی از آب و نور احتیاج داره تا رشد کنه، به شکوفایی برسه، خیلی هاشون هم گل میدن در انتها، همون باران بیش از حد خیلی وقتا باعث میشه حتی بگنده ریشه کاکتوس. تو قسمت‌هایی از زندگی ما فکر میکنیم هر چقدر این لذت رو بیشتر کنیم شعف هم باش بیشتر میشه، خرسندی هم بیشتر میشه. یه جاهایی هم تقصیر خودمون نیست، خب ذهنمون این در واقع حالت رو به وجود میاره. ما وقتی یه پیک لذت رو تجربه میکنیم خب میگیم چقدر خوشایند بود، پس پیک بعدی قراره چه اتفاقی بیفته. بعد تجربهش میکنیم دوباره برای پیک بعدی توی تجربه متفاوت دیگه، با یه جمع دوستانه دیگه، با یه حالت دیگه، توی یک شرایط و لوکیشن دیگه، بعد متوجه میشیم که این دفعه چقدر لذت بخش بود.
و کافیه خب به یک الگوی تکرار شونده در ذهنمون برسیم که بله پس این جوابه. وقتی به این الگوی تکرار شونده میرسیم و ذهن گول میخوره که این جوابه، دیگه بدون این که در نظر بگیره که آقا اون پیکا داره کمتر میشه، اون لذت تکرار شونده رو برای خودش تکرار میکنه مدام. بعد یه مدت متوجه میشیم ما داریم یه کاری رو انجام میدیم نه به خاطر اینکه لذت ببریم ازش، بلکه به خاطر اینکه وقتی انجامش نمیدیم دچار عذابیم. آفرین. عین یک فردی که سیگار میکشه، عین اون لذتایی که از کامای سیگار میگیره، ولی بعد یه مدت اگر سیگار نکشه حالش بده. آفرین. یعنی نبود اون ماده باعث رنج میشه و تو دیگه لذت طلبی برات مطرح نیست. تو دنیای پول و ثروت هم همینه، تو دنیای اضافه کردن ملک و مال هم همینه، قدرت هم همینه. تو دیگه بعد یه مدت اون کاکتوسی که خیلی بهش آب زدن، آب رو به خاطر رشد استفاده نمی کنی، به خاطر این آب بیشتر میخوای، چون اگر نباشه خفه میشی، اگر نباشه تو رنجی، تو عذابی. و اونجاست که ما میگیم اعتیاد به وجود اومده تو فضای ذهن. اصلا آیا ما یه جایی انقدر اصلا به این آب نیاز داشتیم، به چند تا دنیایی که دورمون وجود داره یه نگاهی بکنیم؟ اول از همه این که میدونیم ما وقتی یک لذتی رو میبریم لیمبیک رو تحریک میکنیم تو مغز و انقدر این لیمبیک رو تحریک میکنیم که دیگه نمیتونه با چیزهای پایین تر لذت ببره. برای همین اون وقت اصل داستانی رو که ما توی زندگی داریم ازش لذت نمیبریم، مثل همین دوستان و خانواده و فکر میکنیم همیشگیه و یهو وقتی نیستن خلأش رو احساس میکنیم. اون تحقیق بسیار طولانی که یه تدکس هم در موردش تو یکی از تعداد صحبت میشه، فکر میکنم بالای 70 سال این تحقیق طول کشید که آقا بالاخره چه چیزی اون شاخص خوشبختیه و دیدن آقا روابط مؤثر و معنادار با آدمهای زندگیت. خب چرا ازش در نمیاد که هر کس بیشتر داره پس لزوما خوشبخت‌تره؟ پس موضوع اصلی اینه که انگار حتی تحریک شدن لیمبیک در زندگی ما هم باید یک فلسفه به اندازه‌ای داشته باشه. یا آزمایشی انجام شده فریا که اومدن یه موشی رو، مثلا حالا مثال میزنم، اومدن این دکمه رو بزنی بهت غذا میدیم، این دکمه رو 8 بار بزنی بهت غذا میدیم. دیدن که در نهایت موشا اینو انتخاب کردن. اینجا که دیگه حوزه اخلاق برای موش وجود نداره که بگه آقا با تلاش بیشتر دارم به یه چیزی میرسم. اونجاییه که معنا حتما داره دیگه، احتمالاً تکامل داره این حرفو میزنه دیگه، که فکر کنم پنیر توی اون در حقیقت تلموش پنیر مجانی، یعنی همینطوری رایگان تو نمیتونی همه چیزو به دست بیاری. دومین اتفاقی که داره برای آدم‌ها رقم میزنه اینه که آدم‌ها یه جا نمیتونن بشینن و اصلا اجازه بدن حوصله‌شون سر بره. حتی میخوام بگم تحقیقاتی وجود داره که داره نشون میده اگر تو اجازه بدی یه جاهایی حوصلت سر بره، تو میتونی در نهایت خلاق‌تر بشی، ولی تو اجازه نمیدی. چرا؟ تلویزیون بعض اینکه تموم شد بلافاصله، بعض اینکه تموم شد بلافاصله، اصلا فضای خالی وجود نداره، اصلا مکس وجود نداره. این دیتا هی داره به من اضافه میشه، ولی چه چیزی رو بهبود داده؟ شما در صنعت غذا نگاه کن، آیا برای فروش نیست؟ ما فقط داریم غذاها رو پررنگ و لعاب‌تر با چربی اشباع بیشتر داریم به آدم‌ها نشون میدیم و میفروشیم. آیا این فقط برای بیشینه کردن سود نیست؟ اینجا یه باگ وجود داره. بیشینه کردن سود برای کی؟ ببین وقتی توی سازمان حتی فقط قراره تو سود بیشتر بکنی و سود بیشتر مال توه و بعدی ضرر میکنه، اینجا ایراد داره باید وایسی. وقتی تو میای مثلا تو دریا میری ماهی‌ها رو بی‌رویه صید میکنی، سود تو داره به جمع ضرر میرسونه و این ادامه داره. اگر جمع ضرر کنه در نهایت تو هم ضرر میکنی. شاید ابتدا به ساکنی رشدی کردی ولی در نهایت تو هم تهش هم ضرر میکنی. اینی که من یک لحظه نمیتونم بایستم، اینی که بشر هر لحظه حالش بده، بلا فاصله میخواد از اون حال بد در بیاد.
یعنی ثانیه‌ای من نمیتونم وای من نباید حالم بد بشه پس باید اینو بیشتر کنم، حالا اینو بیشتر کنم. اینجا به نظر من جای گیریه. یه چیزی راجع به حرفت بگم، من از یه چیزی لذت میبرم و بعد با خودم فکر میکنم اوه ببین اگه بالاتر باشه چه لذتی ببرم. حالا یه چیز معکوسم داره فریاین، میدونی چی؟ اینی که من بهش میرسم و کل وقت و انرژیمو میذارم و میبینم که این اون نبوده. حالا اینجا نمیتونم تفکر آگاهانه داشته باشم که بگم پس بیام از چیزهای درست و ساده و واقعی لذت ببرم. اینجا دوباره اون میاد وسط، حالا اون ایگو در روان میاد وسط و میگه که نه 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 اگه بیشتر بشه حتما بهتره و تو دیوانه‌وار میری به بعدی میرسی، هی میبینی این نیست، هی ناراحت‌تر، هی افسرده‌تر، هی پایین‌تر، هی داغون‌تر، هی داغون‌تر و در نهایت له میشی. اینه که داره کل مسئله رو در حقیقت خراب میکنه و در حقیقت دنیای ما رو از بین میبره. این آبی که داره به این کاکتوس داده میشه قیافش اینه که داره کمک میکنه غذای پررنگ و لعابتر، میدونی، لایک های بیشتر، فالوور بیشتر. یه زمانی این خیلی احترام داشت که یک نفر پست تو رو پسندیده و لایک کرده، خب بشر سیر نشد پس لایک رو خرید، بشر سیر نشد پس فالوور رو خرید، یعنی اون حس فیک رو خرید که هی دوپامین و دوپامین و دوپامین بره بالاتر، ولی تو میدونی که این پایه نداره و هی تشنه ترت یک بازی بی نهایته، چون اعداد بی نهایته و بی پایان. داستان همون ماهیگیره بود که تاجر آمریکایی فکر کنم به پیشش بهش میگه داری چی کار میکنی؟ میگه دارم ماهی میگیرم. میگه برای کی؟ میگه برای خودم و خانواده‌ام، روزیمون از این در میاد، حالا اگرم اضافه بشه به همسایه ها میفروشیم و یه لباسی هم میخریم. میگه خب چرا این کارو میکنی؟ میگه پس چیکار کنم؟ میگه بابا به جای این قلابت یه تور بگیر که بیشتر صید کنی. میگه خب که چیکار کنم؟ میگه که به همسایه های بیشتری بفروشی. میگه خب بعدش چیکار کنم؟ میگه که بتونی قایق بخری، حالا دیگه تو ساحل ماهی نگیری، بری دل دریا ماهی بگیری. میگه خب تهش چی؟ میگه که بری به کشورهای دیگه و شهرهای دیگه هم صادر کنی و ماهی تو معرفی کنی و پول بیشتر. میگه خب تهش شرکت بزنی. میگه خب آخه من الان دارم ماهی رو میگیرم، شکم خودم و زن و بچه‌ام سیره. میگه نه دیگه، اون موقع میتونی کارخونه بزنی تن ماهی هم بگیری. میگه خب بعدش چی؟ میگه اون موقع میتونی کلی توسعه ایجاد کنی تو کسب و کارت. میگه خب تهش میگه کلی کارمند میگیری دیگه، خود ماهی نمیگیری که، استراحت میکنی، میری اینور میگردی، پول بیشتر هم در میاری. میگه خب اگه شرکتام خیلی سود داد تو کل کشورهای دنیا معروف شدم چیکار میکنم؟ میگه تهش میای اینجا میشینی با لذت ماهی. میگه خب من دارم این کارو میکنم. همون سطحی شدن است که ازش غافل میشیم. داستان موش اومد وسط. میدونستیم موشا رو اصلا نمیشه تو شرایط عادی در طبیعت معتاد به کوکائین کرد. موشو فقط در شرایط آزمایشگاهی میتونیم به کوکائین معتاد بکنیم. بله. یه دکمه‌ای بذاریم روی پنیری که اونجا هست تو شرایط آزمایشگاهی، یه ذره کوکائین بریزیم، همزمان با پنیر کوکائین بخوره و بعد یه مدت فقط بهش کوکائین بدیم که اون حالت خرسندی و لذت ایجاد بشه. اگه همون موشو بذاریم تو طبیعت، هیچ وقت اگر کوکائین و دکمه باشه سراغ دکمه کوکائین نمیره. آفرین. چون لذت‌های سطحی و طبیعی در طبیعت براش هست. میگه آقا بارون داره میباره، چمنم که هست، حالا یه غذایی هم کرمی چیزی، هر چیزی که موش میخوره تو طبیعت پیدا میشه، با بقیه موشان بازی میکنه، چه نیازی من برم سراغ یه چیز مصنوعی؟ متاسفانه ذهن انسان این مورد رو نداره که تفاوت قائل بشه بین یک لذت مصنوعی و زودگذر که خیلی سریع پیک میزنه با یک لذتی که طبیعیه، با یک چیزی، همون ارتباط عمیق که گفتی، با یک صحبتی که فرد میتونه درش عمیق بشه با اطرافیانش، با دوستاش، با یک طبیعتگردی، با یک مدیتیشن. آدم خیلی وقتا ذهنش به اشتباه میگه خب سیگاره، کوکائین، پورنه، ارز دیجیتاله، بالا پایین کردن بازی همستر که یه مدت مد شده بود داره به من لذت میده و خیلی هم سریعتره. چرا ذهن انسان اینو نداره؟ چون ذهن ما راحت طلبه. بله. یعنی ما هر چقدر کمتر انرژی مصرف کنه ذهنمون، خیلی براش خوشایندتره، چون انرژی ذخیره میشه برای بقا دیگه. ذهن همون ذهنیه که یه زمانی تو غار بود. میگه آقا چه کاریه بری بیرون شکار کنی؟ شاید شکار بشی.
شاید چه کار بشی. پس بشین سر جا. چه کاریه بری شکوفا بشی؟ چه کاریه بری 4 ساعت چشمتو خسته کنی کتاب بخونی که تهش احساس شعف کنی که مثلا تو یه ذره داناتر شدی؟ همین الان با یه پست 1 دقیقه اینستاگرامی تو میتونی خیلی راحت دانا بشی و یک آگاهی سطحی رو به دست بیاری که خیلی هم باهاش خوشحالی، ولی همش یه لذت سطحیه. چه کاریه بری مثلا یه برند شخصی بسازی برای خودت که مرکز توجه باشی بدون اینکه به پول فکر کنی؟ مردم خودشون یه آورده‌ای برای تو دارن، چون داری خدمت درستی ارائه میدی، میگه برو همستر کلیک کن، میره بالا عدد مالیت. ولی تهش چیه؟ تهش اینه که من مثل موشه مغزم نمیتونه ست داشته باشه برای تنظیم میزان دوپامینه، میره سراغ لذت‌های زودگذر. و متاسفانه بازوهایی که وجود داره، همین اینستاگرام، همین تبلیغاتی که توی آمریکا باب شده موفقیت یعنی لذت، میاد روی ذهن ما اینجوری کار میکنه که همون داستان مصرفگرایی پیش بیاد. آره، اونا بیشتر بفروشن. هدف اونا اینه. حالا من احترام قائلم اصلا مجازی، ما هم الان توی یک فضای مجازی داریم این رو، ولی این دوباره برگردیم به جمله اول، ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل های بارانی. موضوع اصلی اینه که اصلا کاکتوس تو جنگل بارانی جاش نیست. موضوع نیست که آب بده، موضوع اینه که اندازه آب چقدره. این اندازه زدنه خیلی مهمه. برای همین به قول تو یه چیزی گفتی به نظرم این ته رو نداره. یا مثلا موضوع این نیست که سلف لاو بده، موضوع این نیست که من خودم رو دوست نداشته باشم. اما ببین این چی کار میکنه. حالا باز یه لحظه من برگردم به این موشه. اومدن یه آزمایش انجام دادن، به موشه هروئین دادن، توی فضای بسته دیدن موشای دیگه‌ای که مثلا اونجا دارن میمیرن یا یه اتفاقی براشون، اصلا موشه براش مهم نیست. اما اومدن توی حالت عادی موش عادی گوشن بهش قند دادن، دیدن که اگه یه موش کنارش داره میمیره براش مهمه، داره تلاش میکنه که یه اتفاقی براش نیفته. مخدر کاری میکنه که تو حتی برات مهم نباشه داره اطرافت چه اتفاقی میفته، حتی برای عزیزترین آدم‌هات. بعد که نقطه مخدر که تو مغز این نیست که این اینستاگرام، این فیلم پورن یه جاست. چه تفاوتی میکنه؟ این که تو اگر گوشی دستت نباشه تمام استرس وجودت رو میگیره. میدونی که در مورد هروئین همین شکلیه. حتی کسی که هروئین همین الان استفاده کرده اگر همراش نداشته باشه استرس همه وجودش رو میگیره. پس این موضوع اینه که تو دوچار این اعتیاد نشی، چون برگشت ازش سخته. ببین اعتیاد، میگم تفاوتی هم نمیکنه حتی در خوردن. اعتیاد مثل این میمونه که شما همین الان من بهت 50 میلیارد وام میدم، خیلی باحاله، بذار بگیرم، ولی یه سوال وجود داره، میتونی پس بدی؟ چون باید با سودش هم پس بدی. اگه میتونی برو. یه تحقیقی انجام شده بود یا که چرا خیلیا که حتی میرن ترک کنن میزنن زیر میز و ترک نمیکنن، و جواب ساده بود، به خاطر اینکه اون قسطای ترکو که داره میده ماه به ماه یه جا انقدر بهش فشار میاد میگه آقا اصلا نمیتونم، نمیخوام، بذار برگردم دوباره توی همون محیط و دوباره همونو تکرار کنم. برای همین موضوع اصلی این نیست که ادویه بده، ولی شما اگه ادویه رو زیاد بزنی، چقدر بزنیش، اینجا مهمه. پورن که راجبش صحبت کردی، ببین چی کار میکنه با من. خیلی خیلی ساده است. اول از همه این که ذهنت هی داره تشبیه میکنه، ثانیاً تو رو جوری داره راضی میکنه که حد و مرز نداره. چرا؟ چون تو هر تصویری رو بخوای با هر فرمی تایپ میکنی و میری دنبال اون مدل میگردی. قوی‌تر از یه پادشاهی که مثلا 100 سال پیش میتونست دور خودش جمع کنه. و اصلا این عین همونه. انگار تو احساس میکنی که یک حرم سرا داری، این مدل، این مدل، این مدل، این مدل، و اون هی این انرژی تو رو کاذب داره تخلیه میکنه. خب مگه غیر از اینه؟ دوستان همه اینو تجربه کردن. یه روزی فریا من و تو ساعت 11 صبح از خواب بیدار میشیم، 11 تا 4 توی اینستاگرام میچرخیم و میبینیم کار لم دادم، من اصلا کار خاصی نکردم، اما چرا 4 حوصله انجام هیچ کاری نداری؟ این انرژی سازنده تو که قرار بود یه کاری بکنه، تو با اون دوپامین های لحظه‌ای و کاذب تخلیهش کردی. یه پرانتز باز کنم و میخوام نظرت رو راجع به اینم بپرسم. ببین خیلی‌ها فکر میکنن که آخه دیدی الان به دوپامین اسم میدن، به سروتونین اسم میدن، فرایند مغز ما خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. برای همینه که هنوز دانشمندان نتونستن دقیق نقطه زنی کنن. ما تو بمب میتونیم نقطه زنی کنیم ولی تو مغز انسان نمیتونیم. برای همین اینطوری نیست که تو یه قرص بخور دوپامین رو ببر بالا پس لذت ببر. این به 1000 چیز دیگه میزنه.
آب که چیز خوبیه، کاکتوس هم که خب اوکیه. پس چرا اگه زیاد باشه از بین بره؟ چون تو نمیتونی کنترل کنی که این قراره به کجاها ضربه بزنه. اصلا اگه قرار بود جواب بده، خب اون موقع یه دارویی که باید من رو از افسردگی در می آورد حس و حال منم خیلی بهتر میکرد و کیفیت زندگی من بهتر میکرد، در صورتی که فقط یه ذره شادت میکنه یا ریتم خوابتو برمیگردونه. خب اون دارو داره بیوشیمی مغزو میذاره سر جاش دیگه. ولی چرا کار نمیکنه؟ چون همون نقطه زنی رو ما نمیتونیم در مورد مغز رعایت بکنیم. آقا من دارو مصرف میکنم، اصلا دارو نه، یه گیاهی رو مصرف میکنم که اون دوپامین رو میگیم به صورت طبیعی طب سنتی بذاره سر جاش. آیا بعد یه مدت واقعا چرخه افکارم دستکاری میشه؟ نمیشه. ما میگیم وقتی یک فرد میخواد از افسردگی در بیاد، نیازی نیست ببریمش مثلا ورزشکار المپیک بشه تا احساس کارآمدی بکنه. اتفاقا باید جرأت اینو داشته باشه که یه ذره سطحی بشه. سطحی بودن یعنی چی؟ آقا یه قدم زدن زیر بارون و گوش دادن به یه شعر مولانا شاید از دید خیلیا کار سطحی باشه به نسبت مثلا با جت شخصی پرواز کردن روی مثلا هیمالیا. یه کار سطحی تره دیگه. میگه اون لذتش خیلی، میگه آقا جرأت داشته باش یه ذره سطحی باشی. اتفاقا آفرین. جرأت داشته باش بری کنار یه برکه صدای آب بیاد تو گوشت. اینا تو رو از افسردگی در میاره، نه تماشای جام جهانی مثلا با بلیت $7000 که خریدی. آدمی که افسرده است چون فکر میکنه کارهای سطحی جواب نمیده و باید خیلی کار شاقی بکنه تا بتونه اون حالت افسردگی و خمودی رو از خودش دور بکنه، سراغ کارهای سطحی نمیره. در صورتی که تنها چیزی که میتونه از افسردگی اون رو در بیاره انجام کارهای سطحی. یه دیالوگ با مادر بزرگ، یک نامه فدای چمن برای دوست قدیمی، یه چند تا عکس قدیمی رو مرور کردن و از خاطرات اون موقع گفتن. میگه کافی این جرأت رو بهش بدی که آقا یه ذره بیا سطحی شو، افسردگی درمان میشه. آیا به نظر تو اون نقطه زنی اتفاق افتاده اینجا؟ نه. دارو این کارو کرد؟ نه. یه سری کارهای بیسیکی که معنای زندگی درش نهفته است. میخواستم این کلمه رو بگم، معنا درمانی داره میکنه دیگه. یعنی همه چی در نهایت باز به این برمیگرده که خاله یکی از چیزایی که مثل CBT میتونه کمک کنه یا معنا درمانی در روان کمک کنه، یعنی مفهوم اون کاری که تو داری انجام میدی رو تغییر میده. حالا در مورد این چیزی که گفتی، این کارهای کوچیک رو جدی گرفتن، پس دوپامین یه نکته‌ای هم داره دوباره بهش دقت کنن رفقا، بهش فکر کنیم. اونم اینه که آقا جون یه میزانی داره، یه سقفی داره. تو هی این کارا رو ببری بالاتر، از این به سقف دوپامین نزدیک میشی. حالا اگه سقفو بزنی، اگر هی این کارا رو گنده تر کنی، این سقف که دیگه سقف تر نداره که. برای همین پس باز یه خطای شناختیه، یه باعثه که تو فکر میکنی اگر هر چقدر کارتو گنده تر کنی، هر چقدر کارتو بزرگتر کنی، لذت بیشتر میشه. لذت یه جا سقف میزنه. حالا یه نکته جالب، بیا ازش علمی توی یه چیز دیگه هم استفاده کنیم. میگن شما وقتی میخوای تصمیم بگیری، یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنی اینه که تصمیمات پرت و پلا رو قیچی کنی. مثلا رو تصمیمات اساسی، میخوای ازدواج کنی، میخوای انتخاب رشته کنی، میخوای درس بخونی، تصمیمات پرت و پلا تو باید قیچی کنی. چرا؟ چون میزان انرژی که تصمیم ساده از تو میگیره با میزان انرژی و تفکری که تصمیم سخت از تو میگیره یکیه. و وقتی تو اینو هدر چیزهای پرت و پلا میکنی، دیگه این انرژی رو نمیتونی اینجا استفاده کنی. پس اگه پول داری که بری بلیت €7000 برای بازی‌های جام جهانی بگیری، گوارای وجودت، نوش جونت. ولی اگه نداری و فکر میکنی که حالو داره اون میکنه و من بدبختم، ما گیرمون اینجاست. اینه که داره اوضاع رو به هم میزنه. دقیقاً داستان سر همینه. طرف فکر میکنه اگر سطحی ببینه قضیه رو حال نکرده و باید خیلی مثل اون طرف سوار جت شخصی بشه تا گل اصلی رو بزنه. در صورتی که آقا یه مثال ساده زدیم، ما فرد افسرده رو همین کارهای سطحی از حالت خمودی در میاره. پس چطوری فرد عادی رو نمیتونه خوشحال‌تر بکنه؟ انجامش بده، ازش استفاده کن. داستان سر همین موضوعه که ما گول تصویرای مجازی رو خوردیم.
گول این حرف و حدیثا رو خوردیم، این تبلیغات، این شوآفه که ما رو مصرفگراتر میکنه بیشتر و یه لذت طلبی تونلی اصطلاحاً ایجاد میکنه. ما فقط محدود به این میشیم که لذت ببریم از گوشی، فقط محدود به این میشیم که لذت ببریم از حتی ورزش کردن. اونایی که قهرمانی تجربه میکنن در فیلد ورزشی فقط دیگه لذت میبره از باشگاه رفتن و وزن سنگین زدن. یهو با خانواده‌اش ببینه مثلا بشینه یه فیلم نگاه بکنه براش سطحیه، مثل همون معتاد هروئینی که بره لب ساحل با خانواده‌اش براش معنایی نداره، دوست داره سری بره تو ویلا و هروئینشو بزنه. لذت طلبی تونلی چیزیه که ما سعی میکنیم تو مکس یه ذره ازش فاصله بگیریم. ربطی نداره هروئین، ورزش، اصلا اینستاگرام، هر چیزی، چون ما اعتیاد مثبت و منفی داریم دیگه. هر جایی که ما میگیم حتی یه عادت خوب و سازنده تبدیل به آسیب بشه، تبدیل به اعتیاد منفی میشه. حالا میخواد ورزش باشه، میخواد اصلا نوشتن باشه، طرف انقدر مینویسه دیگه چشاش از دست میده. با پسرش حرف نمیزنه، با دخترش حرف نمیزنه. خب اینم یه اعتیاد مخربه، چون دیگه سازندگیشو خیلی ساله جا گذاشته. این لذت طلبی تونلی به خاطر همون داستان مغز اتفاق میفته. آقا پیک میزنه، اونو ول نمیکنه، انقدر میره سراغ اون داستان تا یه جایی که دیگه سقف تموم میشه، جایی نداره برای افزایش. اون موقع ما داون رگولیت میشیم. بله. یعنی اون عمقایی که از نبوده اون داستان تجربه میکنیم شدیدتر میشه. حالا بیا اینو پر کن که دیگه پر نمیشه. ما میرسیم به اون حسرته. یه نکته بگم و بحث امروز جمع کنیم و میتونیم برسیم به جلسه بعدی اگه موافقی راجبش صحبت کنیم. یک لحظه برگردیم به علم تکامل. ببین فرایند ما رو به سمت نگاه همگرا برده. چرا؟ چون اصلا همگرایی یعنی شکار، یعنی زنده بودن. یعنی شیر باید همگرا به اون شکار نگاه میکرد، تمرکز میکرد که بتونه بقاپتش. مثلا خیلی جالبه اینو رفقا بدونن، گورخر اینکه چرا سیاه‌سفیده، اصلا تو اون صحرای آفریقا و سیاه‌سفید که استتار به حساب نمیاد. نه، استتارش اینه که گورخرا گله‌ای‌ان و اون سیاه‌سفید باعث میشه که شیر نتونه روی دونش متمرکز بشه. دیدی مثلا شیر روی دونه، مثلا حالا مثال نمیدونم هر حیوانی یا گاو وحشی، وقتی متمرکز روی اون، اتفاقی که براش میفته اینه که اگه یه دونه گاو وحشی این کنارش باشه اصلا اینو نمیبینه. پس تکامل ما رو متمرکز کرده. اما انسان آگاه، ما باید از اون دید تونلی یه لحظه مکس کنیم و ارزی حرکت کنیم. متمرکزم که الان را بیفتم مثلا بعد از ظهر شمال باشم، دیگه نمیتونم توی راه چیزی رو ببینم. مامانم کنارمه، برام غذا پخته، یه موسیقی خوب داره پخش میشه، بارون اومد. میدونی بارون اومد دیگه، چه بارون در تهران، چه بارون در ماربیا اسپانیا. اگه اونجا بودی نوش جونتا، تکرار میکنم. ولی وقتی هی حس میکنی یه چیزی بهتره یا یه چیزی لذتش بیشتره، خب یه دو قطبیه دیگه. پس حتما اینی که تو داری کمه و تو چون این کمه هی میخوای دیوونه وار اینو اضافه کنی. یه جا از نگاه متمرکز آروم بگیر و واید نگاه کن، واگرا به جهان نگاه کن. بزرگترین رام کننده شیر در جهان با مرگ طبیعی مرد، شیر نخوردش. چرا؟ چون یه تکنیکی داشت برای رام کردن شیر که به جای اینکه خودش رو بذاره جلوی شیر که رامش کنه، میومد از یه صندلی معکوس با 4 پایش جلو شیر بازی میکرد، استفاده میکرد و شیر انقدر متمرکز بود روی اون 4 تا نمیتونست بخوره اون رام کننده رو. ما رام شدیم توسط کسب و کارمون، توسط سوشال مدیا، توسط اخبار، توسط تبلیغات. چرا؟ چون همیشه همینجوری همگرا داریم به اون صندلی و 4 تا پایه تمرکز میکنیم و از دست دادیم اون رام کننده رو. بگیریمش و نذاریم اون ما رو از بین ببره. داستان دقیقا سر همینه. ما از بین رفته تمرکز و توجهمون روی اصل خودمون و گذاشتیم روی دستاوردا. یه استوری گذاشته بودم که آقا من قیافم این بوده 13 سال پیش، الانم این شدم، تو این مسیرم اینا رو به دست آوردم. نه به خاطر اینکه بگم شما بیا اینا رو به دست بیارید، ولی جواب اومد که آقا کاش بیشتر توضیح بدی چجوری به دست آوردی. 19 سالش بود طرف. گفتم به جای اینکه به این کار داشته باشی که من چجوری چیو به دست آوردم که اصلا به دردت نمیخوره، فقط اینو بدون که بزرگترین دستاورد من در این لحظه این بوده که بدونم کافیم و همین که هستم کافیم.
آفرین. این بزرگترین چیزی که تو باید بهش برسی. ادعای اینم ندارم که از اول میدونستم اینو. اتفاقا به خیلی هاش رسیدم و فهمیدم جواب نیست و تازه به این موضوع رسیدم. آفرین. تمام تلاش ما تو مکس همین. آره یه جاهایی بنبست با دور زد. به قول مولانا این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را وارهان. دمت گرم. مخلصیم.